ساخته به کس آبرو و اقبال می‌آورد. کژرفتاری و اعمال زشت نه تنها شخص را در جامعه بی‌آبرو می‌سازد، اینچنین عاقبت به جنایتکاری آورده می‌رساند. با امید تلقین کار و پیکار سازنده شما به نفع جامعه، نشر نوبتی برنامه میلیسیا حامی جامعه را از فعالیت میلیسیای کشور توسط مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه منظور می‌داریم. در استودیو با شما احسان عبدالله‌زاده. در طولانی سود شهر خوجند مرافع سودی یک نفر ایبدار شونده که طبق طلبات ماده 179 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردیده بود به انجام رسید. گزارش پدپالکومنیک میلیسیا اکبر شریفی از جریان مرافع سودی. در سود شهر خوجند مرافع سودی وابسته به جنایتی در ماده 179 علاوه یکی کدکس جنایتی پیش بینی گردیده جلب کردن برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته یا مساعدت دیگر برای صادر نمودن آنها برگزار گردیده گناهی سودشونده میرزویف رستم عوضباقیویچ سال تولدش 1979 استقامت کننده شهرک بوستانی ناحیه مسچاه تصدیق یافت. طور در رفت مرافع سودی تاکید گردید نسبت سودشونده برای ترغیب غایه‌های تشکیلات تروریستی دولت اسلامی عراق و شام و اشتراک در فعالیت این تشکیلاتی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ممنوع پرونده جنایتی آغاز گردیده نام برده از گمراه زدگان است که هنگام قرار داشتن در مهاجرت مهنتی با تشکیلات مذکور اعضا و توسط صحیفه‌های اینترنتی خود عمل و رفتار اعضایان آن را جانبداری و در نوبت خود پنهان کرده است. نتیجه پیروی و ترغیب عقیده‌هایی که وحشانیت و دهشت افکنی ترغیب می‌کند برای رستم میرزویف جزای سنگین آورد. میرزویف رستم عوضباقیویچ با ماده 179 علاوه یک قسم یک کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده و با این قسم ماده جزا دادن معلوم ساختن آزادی به مدت 6 سال و 6 ماه و 2 جزا در کالای اصلاحی دارای نظامش پرزور تعیین کرده شد. با دسترسی ماده 67 قسم 6 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از روی مجموع جنایت‌ها برای قسمت زن نمودن جزای عالی سود ناحیه مسچاه از 6 اپریل سال 2023 به میرزویف رستم عوضباقیویچ جزای نیایی در نمود معلوم ساختن از آزادی به مدت 7 سال بعد جزا در کالای اصلاحی دارای نظامش پرزور تعیین کرده شد. از آزادی محروم گردیدن و ادای جزا در کالای نظامش پرزور پاداش گمراهی میباشد. در حدود ناحیه خراسان صادرشوی سلسله جنایتی دزدی از منزل‌های استقامتی از گروه جنایتی درک می‌داد که با مسئولیت پیشکی و تیاری مخصوص در وقت شبانه جنایتی دزدی را صادر می‌نمودند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور در نتیجه برای ماندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی اخیراً این گروه سازمان یافته جنایت پیشه را دستگیر نمودند. گزارش افق قادریان در این خصوص تهیه گردیده است. дузди амали нанговару нафратангез буда кирдори ношоистаи шахсиест ки барои манфиати шахсӣ ба дигарон зарари маънавию равонӣ иқтисодӣ ва ҳатто ҷонӣ мерасонад. кормандони милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи хӯросон дар асоси аризаву муроҷиатҳои шаҳрвандон оидӣ аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулӣ ва чорвоҳои калони шохдорашон зимни пешбури чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва малакаи хуби касбӣ 5 нафар гумонбарони ҷинояти силсила дуздиҳоро дастгир намуданд. инҳо исмоилзода ёқуб соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи деҳаи асадуллои ноҳияи хӯросон мебошад ки санаи 25 июли соли равон шабона вориди манзили истиқоматии абдуллоева орзигул воқеъ дар деҳаи ҷавонии ноҳияи мазкур гашта аз набудани атрофиён истифода менамояд ва аз дохили ҳуҷраи номбурда маблағи 30,000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. ба ҳамин монанд болтаев саидалӣ соли таваллудаш 2001 сокини ноҳияи мазкур бо рафиқони ҷиноятпешааш имомов улуғбек соли таваллудаш 1998 ки айни замон дар ҷустуҷӯ қарор дорад ва ахмедов мансурхон соли таваллудаш 2001 бо маслиҳати пешакӣ шабона санаи 24 июли соли равон вориди манзили истиқоматии шаҳрванд ҳакимов носир истиқоматкунандаи деҳаи шаршари ноҳияи хӯросон гашта аз дохили сандуқҳои чӯбини соҳибмулк маблағи 350,000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. бо ин ҳама кирдорҳои ҷинояткоронаи содир намудааш қаноат накарда гумонбаршуда болтаев саидалӣ такроран бо ҳамроҳии ҳаммаслакони дигараш пирматов исломиддин ва мусоев чутмаҳмад соли таваллудаш 1970 аз чарогоҳҳои кӯҳдоман ҷамоати деҳоти фахрободи ноҳияи хӯросон 17 сарчорваҳои калони шохдори
5 نفر از ساکنان را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. مقامات تفتیشاتی یکی از عامل‌های اساسی دزدیده شدن مال و چارواهای خانگی را در بی‌نظارت گذاشتن در زمین‌های صحرایی و دشت و چراگاه‌ها می‌دانند که از چنین فرصتی مناسب دزدان ماهرانه استفاده برده مالکیت شهروندان را به یغما می‌برند. این نفران جنایت پیشه با کردارهای جنایتکارانه اشان در عموم به شهروندان به مبلغ زیاده از 500,000 سامانی ضرری جدی رسانیدند. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خراسان نسبت دستگیر شدگان پرونده های جنایتی با ماده 244 قسم 2 3 و 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. موضوع دیگر برای پهن نمودن دوره فعالیت و عملی نمودن کردارهای دروغین و مردم فریبی فالبینان و سیرگران و دمگران و به نام طیبان مردم آزار که مقصد اساسیشان با استفاده از لحظه‌های حساس مبلغ‌های شهروندان را از آن خود نمودن است، برخی شهروندان ساده و زودباور امکانیت فراهم می‌آورند. ضمن دوره نمودن چهارمین مقصدناک کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه ایسار یک دلیل مشغول شدن به سیر جادو و فالبینی از جانب یک نفر مرد 53 ساله آشکار گردید. شهروند پیرو دولتمراد سال تولدش 1971 ساکن شهر ایسار برای مشغول شدن به سیرگری و دادن تومار تشتاب بازداشت شد. 6 سال شد همین کارو که مشغول شدیم. نه او میگیریم برای زیانی بدن تازه کردن، اسپند می‌ریزیم. نه برای گرمی خنک کردن بین زن و شوهر، لامپشکا خود استفاده می‌کنیم. تعلیمات دینی فقط نزد پدر بگرفتیم. 4 سال 5 سال نزد پدر موندم. 12 سالگی تا 16 سالگی برای مهر و محبتی بین زن و شوهر، ایش برای سوق و چشم، ایش برای درد کودکان. نام برده در منزل استقامتی خود کار افتادگان را قبول نموده با استفاده از اشیاءهای گوناگون برای بختگشایی و برآورده کردن دیگر حاجت‌های مزاجانش مبلغ طلب نموده به دست می آورد. وابسته به حالت مذکور طبق طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی مشغول شدن به سیر جادو و فالبینی نسبت پیرو دولتمراد مواد ضروری ترتیب داده شده نسبتش جزا در نمود جریمه تعیین کرده شد. وزارت کارهای داخلی منتظم این گونه غلط رفتاران را غافلگیر و توسط شبکه‌های تلویزیونی نشان داده شهروندان را آگاه می‌نماید که عاقبت رفتن به در فالبین و سیرگر و جادوگر گمراهی میباشد. متاسفانه باز هم افرادی خرافات پرست و از دین اسلام بیخبر و نزدیک آدمان میروند. باز شرح یک دلیل سحر جادو را در گزارش نوبتی تماشا کنید. در نتیجه دوره نمودن چهارمین اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی یک دلیل مشغول گردیدن به سیر جادو و فالبینی آشکار کرده شد. شهروند کریمووا نصیبه عزیزovna سال تولدش 1982 استقامت کننده محله گیپرزمی شهر دوشنبه زمان بازداشت گردید که با واسطه کارت تقدیر یک نفر زنی کار افتاده را گویا پیشگویی میکرد. اینا میخوام مثال که پرت افتاده کنم مثال میگم اینجا راهش میبره کارش میبره برای کارش میبره امی اودام مثال نامش قطعه پیرجوال میگه این مثال اویلا دارم مادرش قطعه زنش قطعه اینا میگه نمیتونم گفته که اون شوهر دو زنه سه زنه اینا میخواد فالبینی، گرم یا سرد کردن مناسبت‌های اویلوی، مشکل کشایی، درمانبخشی و دیگر کردارهای مردم فریبانه وعده‌هایی است که نامبرده شخصان زودباور را به دام فریب کشیده به این واسطه روزگار پیش بردن می‌خواهد. همزمان کریمووا نصیبه برای کشایش کار و درمانی درد از عضوهای حیوانات نیز استفاده کرده به کار افتادگان وعده‌های بی اساس می‌داده است. هرچند از نگاه دینی نیز مشغول شدن به سیر جادوگری قابل قبول نیست ولی متاسفانه چنین شخصان با هر راه واسطه مردم را به گمراهی میبرند. از روی دلیل آشکار شده نسبت بازداشت گردیده با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. جامعه شهروندی در تامین صلح و ثبات، حفظ ترتیبات حقوقی و در مبارزه ضد جنایتکاری تکیهگاهی با اعتماد و یاردمچی فعال میلیتسه می باشد. سنه 1 آگوست سال روان در شهر باختر در دایره برنامه دولتی اصلاحات میلیتسه برای سالهای 2021-2025 میزی مدور تحت عنوان اصلاحات میلیتسه تقاضای زمان برگزار گردید.
چاره‌بینی در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مشترک وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و دفتر برنامه‌ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر دوشنبه راه اندازی گردید. در میز مدور هماهنگسازی ملی عاید به اصلاحات میلیتسیا وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گنرال مایور میلیتسیا عزیزالله زاده صفی الله عزیزالله، معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان پالکونیک میلیتسیا محیدین زاده دوران، مشاور دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در جمهوری تاجیکستان عاید به همکاری با مقامات حفظ حقوق میراسلاو میلویویچ، رئیسان شوراهای جمعیتی عاید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیتسیا و تأمین ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی و شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، معاونان سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی، مسئولان شعبچه و گروه‌های حفظ ترتیبات جمعیتی و یاوران سرداران شعبه‌های وزارت کارهای داخلی شهر و ناحیه‌ها اشتراک داشتند. رئیس شورای جمعیتی عاید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات میلیتسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان لاوتی شانازرف چاره‌بینی را حسن آغاز بخشیده عاید به فعالیت شوراهای جمعیتی در دوام 6 ماه سال جاری حساب داد. در برآمدی خود معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان پالکونیک میلیتسیا دوران محیدین زاده دایر به همکاری کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با جامعه شهروندی و شوراهای جمعیتی معلوماتی مفصل پیشنهاد نمود. ذکر کرده شد که کارمندان مقامات کارهای داخلی مهمترین وظیفه دولت در تأمین حفظ حیات، سلامتی، حقوق و آزادی شهروندان را اجرا می‌کنند. تشکیل نقطه سیار میلیتسیا در دایره اصلاحات میلیتسیا این رونق بخشیدن همکاری باز هم نزدیک با اهالی، افزودن اعتماد و باوری خلق به این نهاد کلیدی، تأمین شفافیت در کار و فعالیت و مبارزه دست جمعانه با جنایتکاری می باشد. در چاره‌بینی هماهنگسازی ملی عاید به اصلاحات میلیتسیا گنرال مایور میلیتسیا صفی الله عزیزالله زاده برآمد کرده عاید به تقویت بخشیدن همکاری میلیتسیا با جامعه شهروندی، بیشتر نمودن باوری و اعتماد شهروندان به مقامات کارهای داخلی، بلند برداشتن سویه دانش و ملکه کسبی کارمندان میلیتسیا اظهار نظر کرد. با سپارش راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قلمرو مملکت به خاطر از میان بردن مانعهایی که در سمت خدمترسانی واسطه‌های نقلیات مخصوص جای دارند، شروع از 29 ایول سال روان عملیات واسطه‌های نقلیات مخصوص گذرانیده شده ایستاده است. گرچند این واسطه‌های نقلیات مقامات میلیتسیا، خدمات آتش‌نشانی، یاری تعجیلی طبی با نوشتجات، صدا و رنگ مخصوص فرق داشته باشند هم، ولی هنگام حرکت در حالت فوری از جانب دیگر رانندگان واسطه‌های نقلیات امکان حرکت داده نمی‌شوند. ضمن گذراندن عملیات مذکور یک چند حالت راه ندادن با واسطه نقلیاتی برای گذشتن برتری داشته با ماده 318 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. هر یک راننده یا خود شهروند باید خوب آگاه باشد که راه دادن به نقلیات یاری تعجیلی طبی این سری وقت نجات دادن بیمار از مرگ است. مساعدت کردن به نقلیات مخصوص خدمتی کارمندان مقامات حفظ حقوق، این مساعدت کردن به پیشرفت فعالیت مقامات و سری وقت تامین ولایت قانون است. راه دادن هنگام حرکت نقلیات مخصوص آتش‌نشانی، این از کام آتش نجات دادن جان و مال و منزل‌های زیستی خویش و پیوندان و انشاءهای جمعیتی می باشد. با پیشنهاد مطلب مذکور از همه رانندگان واسطه‌های نقلیات احترامانه خواهش کرده می شود که هنگام اداره کردن واسطه‌های نقلیات با نظام و موقع معین حرکت کرده قطار سیوم را که همچون قطار آزاد و احتیاطی به حساب می رود و اساساً برای حرکت نقلیات‌های مخصوص طبی، آتش‌نشانی و مقامات میلیتسیا پیش بینی شده است بند نسازند. این بود شرحی آن همه خبر گزارشی که دسترسی ما گردید و آن را منظورتان نمودیم. برایتان تنصیحاتی، سعادتی روزگار و زندگی آسایش‌تر را تمنا داریم. تا دیداری دیگر خانه آباد و خوش روز بمانید. خیر.